حیث یک تاجک هیچ وقت قبول ندارم که با تذکره ما افغان باشد. من افغان نیستم، من تاجک نیستم که با هزاران خون دل میکشم تا هموطنم آرام باشد. افغان کسی است که انتحار میکنه، روزها پدران و مادران را به خون میکشاند. من قبول ندارم افغان بودن. من تاجک هستم، من حیث یک تاجک هستم، من حیث یک تاجک باید تذکره من، هویت من، عزت من است، باید تاجک ثبت باشد. و میخوایم یک تعداد تاجیکا فراموش کردن که در خراسان در او طرف دریای آمو 25 میلیون تاجیک دارند و ما را افغان میگن. ما افغان نیستیم، ما تاجیک هستیم. ما را افغان نگوین برادرای تاجیک، ما را افغان نگین، ما را بیگانه نگین. ما برادرای شما هستیم، ما یک خانواده هستیم. ما میخوایم از نسل عمر خیام باشم، ما میخوایم از نسل مولانای بزرگ باشم، مولانایی که بدون اسلحه بدون جنگ تمام دنیا را فتح کرد. مولانایی که اگر مثنویشه، اگر کتابشه شما بخوانین شما انسان میشین. من افتخار میکنم که من از نسل کوروش بزرگ هستم. من افتخار میکنم که از نسل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستم که 70% مسلمانای دنیا در مذهبش هستن. من افتخار میکنم که از نسل احمد شاه مسعود حبیب الله کلکانی هستم. تا بتواند تصمیم بگیره. چرا این افغانستان چرا ایجاد شده؟ برای اینکه این حوزه تمدن تیکه تیکه شه و نتوانند با هم گفتگو بکنن. ما سالهای سال 50-60 سال این حوزه نتونستیم با هم گفتگو بکنیم. یک تاجیک بدخشانی با تاجیک تاجیکستان نمیتونست گپ بزنه. یک فارسی زبان افغانستانی با یک فارسی زبان ایرانی نمیتوانست گپ بزنه. حتی اجازه نمیدادن سفرای تاجیک به این کشورها رفت آمد بکنه. چرا میشریم؟ چرا خجالت میکشیم که اینا رو بگیم؟ این وحدت ملی دروغ. کدوم وحدت ملی؟ اینا رو مطرح بکنید. نترسید. این ملت بسیار درخشانه در تاریخ هست. این قومی که سراسر دنیا ما با مولای افتخار میکنه. در سالهای پسید پرتیراژترین کتاب‌های مولانای بلخی بوده. آوازخوان‌های معروف غربی شعرهایشو میخوان. یک اسطوره بزرگ فرهنگی است. شما متعلق به فرهنگی است که امروز شعر بر دروازه سازمان ملل نوشته است. نه شعر انگلیسی با ادبیاتش، نه شعر عرب با ادبیاتش، نه زبان درخشان فرانسوی که به لحاظ ادبی زبان غنی و زبان ادبی اروپا هست، ولی شعر سعدی اونجا نوشته است. من یادم اعضای یکدیگر. شما متعلق به این فرهنگ هستین. شرمش در کجاست که نمیگید ما تاجیک هستیم؟ بسیار سالها این آدما که میگن آدمای سیونیسکو نام سال به نام اینا میگذارن. من آنم که در پای خوکان نریزم، مری قیمت دور لفظی دری را.